سنم رفته بالای 50 سال، صورتم شل افتاده شده، چیکار کنم؟ نخ نمیتونه کمک آنچنانی بهتون بکنه، چون صورتی که شل و افتاده شده یعنی خیلی سنگینه و اگه نخ هم گذاشته بشه شاید اون لحظه لیفت کنه، ولی خیلی زود دوباره به حالت افتاده و شل قبل برمیگرده. هایفو شاید اون لحظه بعد از انجام هایفو یه لیفت نسبی به صورتتون بده، ولی اون تأثیر کاربردی که باید داشته باشه رو نداره. بوتاکس؟ کار بوتاکس بلاک کردن ماهیچه به مدت 6 تا 8 ماه هستش و بهتره که توی 1/3 بالایی صورت تزریق بشه. عملاً روی اون افتادگی و شلی پایین صورت هیچ تأثیری نداره. اندولیفت رو لایه اسمس یه سری کارها انجام میشه که خب اون لحظه یه لیفت نسبی به صورت شما میده و احتمالاً ممکنه تأثیرش هم تا چندین ماه روی صورت شما باشه، ولی چون این افتادگی ها دلیل داره به خاطر اون کاهش حجمی هستش که توی قسمت‌های از صورت میده و باعث این افتادگی شده و اندولیفت روی این کاهش حجم ها هیچ تأثیری نداره، پس عملاً اونم کاربرد آنچنانی نداره. مگه راه دیگه‌ای هم برای لیفت صورت وجود داره؟ بله، یه روشی وجود داره که با امن‌ترین روش ممکن روی صورتتون کار انجام میده و صورت شما رو خیلی نچرال و زیبا به سمت بالا لیفت میکنه و کلی هم چین و چروک‌هاش رو صاف میکنه. حالا اگه میخواین بدونید این روش چیه، عدد 5 رو کامنت کنید.